از خودشون بیزارن، یعنی دیفالتشون همینجوری، متنفرن از خودشون واقعا. صبح بیدار میشه قیافه خودش رو تو آینه میبینه، فقط ایرادا رو نگاه میکنه فقط، و یه ایرادایی میبینه که تو اصلا ممکنه بگی این کجاست ایراده رو مثلا با امواج رادیویی داری میبینی، یا شاید تو پرتو قابل مشاهده دیده بینایی قرار نده، یووی و اینا، این ایرادی که داری میگی من نمیبینم واقعا ایراده رو، ولی اونا میبینن. اون میدونه که مثلا گوش راستش 0.5 میلیمتر از گوش چپش بزرگتره، در نتیجه این زن به درد نمیخوره. اون اینو راجع به خودش میدونه. به اضافه این که کل این سکیوریتی داره از جانب مادر و پدر و خانواده و اینا، و یه عالمه قیاس کرده خودشو با انواع دوستاش و آدمایی که اصلا نباید خودشو با اونا قیاس میکرد ولی داره با اونا قیاس میکنه. مثلا میگه چارلیز ترون و نمیدونم نیکول کیدمن، اینا چرا اینا مثلا اینقدر چیزا، اینو با تو مثلا فاطمه ای مال سلسبیل نباید با اون خودتو قیاس کنی، ولی حالا چیز دیگه. در نتیجه اینا بیزارن از خودشون و وقتی که هیچ ارزشی برای زیبایی خودشون قائل نیستن، فقط زیبایی و سکسو به عنوان دو تا ابزار میبینن تو این جنگی که دارن. 2 جور سلاح در اختیار دارن، زیبایی و سکس، و از این دوتا عین مهره شطرنج استفاده میکنن. این آخره شطرنج هست، یه دونه وزیر مونده و یه دونه شاه، دقیقاً اونجوری با همون یه دونه وزیر پدر تو رو در میاره. چرا؟ چون اشتباه بازی میکنی و چجوری تله برات میچینه که اینو ازت بشنوه که بهش میگی تو زیبایی، تله برات میچینه که اینو ازت ببینه که تو اون رابطه جنسی رو انقدر میخوای که حاضری ریاکشن نشون بدی، حاضری بشینی حرف بزنی، حاضری چاپلوسیشو کنی، حاضری یه کاری بکنی که ببین من فقط اینو به دست بیارم واسه پنجشنبه. هیچی از این براشون ترنافتر نیست. چرا؟ نه چون مثلا سکس و اینا رو دوست نداشته باشن، به خاطر اینکه ارزشی واسه خودشون قائل نیستن و همه اون ایرادای خودشون رو میدونن، و اگه ببینن یه نفر داره اضافه بر اون قیمت واقعی که اینا دارن ازشون تعریف میکنه، چاپلوسی میکنه، مجذوب زیباییشونه، به شکل انحصاری بین همه این زنایی که میتونه داشته باشه پسره گیر داده، من عاشق تو هم، تو عشق زندگی منی، همچین چیزی رو ببینه، اون وقت این احساس حقارتی که خودش داره تجربه میکنه میندازه رو تو و از تو بیزار میشه و به نظرش تو آدم به درد نخوری هستی و به نظرش تویی که کیس خوبی نیستی و شروع میکنه اصلا تو از چشش میافتی کامل. وقتی بخواد همین وقتی از یه زنی خیلی تعریف کنی، خیلی دلت بخواد باش رابطه جنسی داشته باشی، از چشش میافتی به طور کامل.